فکر مهاجرت نبودم، اصلا بهش فکر نمی‌کردم. من که اصلا از اولش به خارج بودم و هم موقع هم که داشتم لیسانس میخوندم تو ایران با این هدف بودم که در کنار زبانم بخونم، آیلتسم بگیرم، مسترم. دوست پسر اون موقعم که الان شوهرمه، اون تصمیم گرفت بیاد آمریکا و مهاجرت کرد. بعد من موندم و حوزم رابطه لانگ دیستنس چیزی نیستش که هر کسی بتونه پسش بر بیاد. هیچ وقت به آمریکا فکر نمی‌کردم چون آمریکا واقعا خیلی دور بود برام. وقتی که میای اینجا گزینه‌های خیلی محدود داره. حالا یا خوششانسی و اون گزینه‌ای که جلوی پات می‌بینی واقعا اون کسی هستش که دوستش داشته باشی بخوای باش دوست بشی، یا متأسفانه بدشانسی یه ذره تنها ممکنه بمونی، یا اینکه با آدمایی که دوست نداری بگردی. وقتی دانشجویی میری دور و برت همه دانشجوان، همه شرایطشون مثل خودتن، همش